چطورین بچه ها؟ من آرزوی هستم و قراره که بریم یا ماکسینگ داشته باشیم. یه میکروفونه، یعنی 2 میکروفونه که اسمش هم از بویا M1DM که به نظرم خیلی میکروفون به صرفه، یعنی از نظر قیمت خیلی به صرفه است، چون من اینا 486,000 تومان خریدم و الان رفتم دوباره توی سایت دیجیکالا نگاه کردم شده بود 449,000 تومان و این هم از شانس گند ما بود که همه الان ارزون برمی شد و بریم که داشته باشیم ببینیم چی ها توش هست و قرار چی باشه. امیدوارم که خراب نباشه. من زاویه دوربین عوضش کنم که بهتره. خب برش بریم ببینیم قراره چی توش باشه. چی داخل اینجاست؟ یه میکروفونه خفنه بویا M1DM که وکال هم هست، 2 میکروفون هست. خب حالا که این جوش بود که هیچی یه کنار دفترچه راهنما ژاپنی نمیشه، چینی نمیشه، کجاییه؟ دفترچه راهنمای کتاکلفته 5 کیلومتر به درد ما نمیخوره. پس این جای اصلیش ولی کارگه رطوبت گیره. خود میکروفونه که به نظر خیلی خفن میاد، خفنم هست واقعا. من سر میکروفونه، اینم یه سر دیگه شه، ببینید 2 سر داره و نه مستقیم وصل میشه به خود کامپیوتر یا مثلا لپتاپی چیزی داشته باشید یا به موبایلتون هم میتونید وصلش کنید. ببینیم چی دیگه داخلشه. چه لوازمی داره، انتظار این همه لوازم واقعا نداشتم ازش. بریم ببینیم. میدونم کفتنی میشه. یه تبدیل داره، یعنی اینا وصل میکنید به این و این بعد وصل میشه به کارت صداتون و میتونید وصلش کنید به هر جایی که دوست داشتید، مثلا لپتاپ یا کامپیوتر. این که به کامپیوتر یا لپتاپ نمیخوره ولی به کارت صدا مستقیما میخوره. و دیگه چی داخلشه؟ 2 گیره داره، 2 گیره کوچوله. کیفیت گیره هم خیلی خوبن به نظرم. تشم پلاستیکه. گیره من چیه؟ یا این یک باتریه نوشتن. فکر میکنم به اینجا وصل بشه، نمیدونم دقیقا به کجا وصل میشه، واقعا نمیدونم. حالا امتحان میکنیم ببینیم به کجا وصل میشه این باتری. 2 از این خزا که جلوگیری میکنن از نویز. وصل میشن. پاپ فیلتر بودن اسمشون. وصل میشن. و این دیگه اینجا چی داره؟ یه دکمه آف داره، یه دکمه فون. نه آف نداره، یکیش واسه کامراست، یعنی وصل میکنید مستقیم به دوربین
که این دکمه رو باید بزنی، یعنی بزنی رو به بالا که برای کامera باشه، یعنی دوربین، و یکی هم واسه خود موبایل باشه که ببینیم داخل این چیه. فکر کنم باتری باشه داخلش. او باتری اینجا میخوره، باتری اینجا میخوره. انتظار یک باتری قلمی داشتن بخوره. باتری رو بازش میکنیم. دوری میره داخل. کار به نظرم وقتشه که دیگه بریم واسه یه تستش. من همینجا ویدیو قطع کنم و میذارم جلوم تا با صدای خود میکروفون بشنویم، ببینیم صدا چقدر تغییر کرده. خب بچه من میکروفون رو جا سازش کردم و توجه کردم دیدم سیمش حدوداً 1 متره. هر کدوم میکروفون هاش حدوداً 1 متر طول دارن و کلا روی هم فکر کنم 2 متر سیم باشه. به علاوه این میشه 2 متر و نیم. خود سریع الان صدای منو داریم با میکروفون خود موبایل میشنوید و واسه تست فکر کنم الان صدای منو با خود میکروفون بشنوید و که به نظر من صدا واضح تره و فکر کنم خوب باشه، یعنی امیدوارم خوب باشه کار بده. میریم واسه این که یکم میکروفون رو دور ترش کنیم که ببینیم اون کار کردش به چه شکل. خیلی خب بچه ها، من حدوداً 2 متر میکروفون از خودم دور کردم. فکر کنم صدا بازم واضح باشه و که الان دارم خیلی آروم حرف میزنم و کلا خودم اینطوری حرف نمیزنم و بیشتر بلند حرف میزنم و فکر کنم صدا را خوب جذب میکنه و اینکه ازش راضیم. اینکه از نظر من سنگین بود و از سنگین تر باشه به نظرم بهتره، ولی خیلی هم سنگینه. و اینکه ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودید. لایک، سابسکرایب و کامنت یادتون نره. یادتون باشه که قراره من توی کانالم از گیم پلی بازی‌های ضعیف واسه سیستم‌های ضعیف تا متوسط واسهتون گیم پلی بذارم و اینکه ممنون. خدا نگهدار. راستی یادتون نره پیج اینستاگرام حتما دنبال کنید. سابسکرایب، لایک و کامنت یادتون نره. تا بعداً فعلا.